در خیابان‌های پایتخت در حالی که به چراغ‌های شهر نگاه می‌کرد، دلتنگ هلن شد. دلتنگ پیرزنی که حالا چند هزار کیلومتر دورتر از او در کشوری دیگر در قبرستانی با سنگ‌های سفید براق دفن شده بود. اتاق هلن فوگلن و آن عکس‌های قاب شده روی دیوار و مردان خانواده او که در جنگ جهانی کشته شده بودند. آن عصرهای بعد کلاس و دانشگاه، عصرهایی که می نشست پای صحبتهای هلن تا او برایش قهوه و کوکی درست کند و از خاطره کشته شدن پدر، برادرها و بستگانش در جنگ جهانی بگوید. دردی که در سینه هلن بود انگار با روزها و ماهها و سالها حرف زدن مدام هم توهی نمی شد. نمی توانست جدا شود از آن درد و این بود که در هر فرصتی فرخ را همدم خاطرات خود می کرد. او را که غریبه بود در آن کشور و در آن روزهای اول مهاجرت چیزی از آن زبان بیگانه نمی فهمید. چه کسی مسئول اندوهی بود که آن زن سالها با ملال آن زندگی کرد و سر به خاک گذاشت؟